درود بر شما مخاطبان دوست داشتنی رستیوی در استودیوی رستشو در حاشیه مسابقات رستوپن در اصفهان آکادمی علوم ورزشی نرمافان میزبان یکی از مقامات درجه یک فدراسیون ایران هستند. جناب آقای دکتر علی سلطانپور دبیر فدراسیون جمهوری اسلامی ایران مهمان من هستند، افتخار دادن در استودیوی رستیوی حاضر شدن. ارادتمندیم قربان، درود بر شما، خوش اومدید به رستشوی سلام داشته باشید. سلام بندرم عرض سلام و ادب و احترام دارم به جناب عالی بینندگان عزیزتون و همه علاقه‌مندان اشتراک دیده. خیلی خوش آمدید به اصفهان. میدونم که تازه رسیدید از سفر و خسته راه هستید، سعی می‌کنید که زیاد وقتتون نگیرید و این صحبت کوتاهی با هم داشته باشید. ولی میتونید اول که از چه زمانی خود شما کار شخصی بخوایم ببینید تا فعالیت رو شروع کردید در زمینه گونی بیلیارد، خب هم که سرپرست فدراسیون مقطع گذشته بودید و به توضیحاتی به ما می‌دید. خب بله، من همکاری خودم با مجموعه فدراسیون گونی بیلیارد برمی‌گرده به سال 98-99 که خب در اون مقطع همکاری خودم رو شروع کردم با مجموعه فدراسیون. در واقع قبلا هم من خیلی علاقه داشتم مثلا رشته بیلیارد و رشته گونی هم بازی می‌کردم در واقع به صورت جسته و گریخته بودم و از سال 99 به عنوان دبیرکل فدراسیون گونی بیلیارد مشمول شدم. در ابتدای بحث مطالعه که راجع به رشته‌ها بیشتر می‌کردم و شناخت بیشتری پیدا می‌کردم که خب این در واقع در دوره دبیرکلی ادامه پیدا کرد با از واقع بحث تحقیق‌گذاری مجموعه اتفاقات فدراسیون جابجایی اتفاق افتاد که با حکم وزیر وقت ورزش و جوانان به عنوان سرپرست فدراسیون مدت 11 ماه مشغول به کار شدم و وقتی 11 سال که کارهای فدراسیون ما در واقع ارتجاعی رو انجام بدیم و دولت سرپرستی خب خیلی کمک کرد و تجربیات زیادی رو من به دست آوردم. این مقطع و دوستان عزیزم به هیئت استانی خیلی کمک کردن به من در این مقطع دوره سرپرستی که خب خوشبختانه مجمع اتفاقاتی فدراسیون هم ما برگزار کردیم با کمک سایر اعضای مجمع و بعد از برگزاری این مجمع مجدداً به پیشنهاد دبیری فدراسیون از طرف رئیس محترم فدراسیون آقای اسکندری اتفاق افتاد که خب من مجدداً با میشه گفتش که علاقه‌ای که خودم داشتم و دوستی و رفاقتی که بین بنده با ورزشکاران، داوران، مربیان و همه اهالی اشتهای بیلیاردی و رشته گونی که تو این مقطع مثل خانواده کنار هم دیگه بودیم و من این مسئولیت رو قبول کردم و تا خدمت شما هستم در این جایگاه. انشاءالله که بتونید در واقع به کمک همه نظام خیلی بهتر از گذشته عمل بکنید و انشاءالله دوره موفقی باشه، دوره اشتراک فرقصی. انشاءالله حتما همینطور خواهد. آقای دکتر، ما خب در حاشیه برگزاری مسابقات رستوپن خدمت شما هستیم. رویکرد خودتون و فدراسیون چجوری الان برای بحث برگزاری؟ یعنی من فکر می‌کنم که به برگزاری مدون و تعداد برگزاری، من با دوستان متعددی صحبت کردم، بازیکنان مختلفی رو توی استودیو صحبت کردیم باشون و خب همه تاکیدشون برای اینه که تعداد مسابقات وقتی بیشتر باشه شرایط بازیکن هم بهتر خواهد بود، در مسابقات بیرون مرزی میتونه اتفاقات بهتری برام بزنه. شما نظرتون چیه؟ بله، نکته خیلی در واقع خوبی به شما اشاره کردید. خب یکی از راه‌هایی که ما در هر رشته ورزشی من فکر می‌کنم میتونه در واقع رشته در مسیر رشد قرار بگیره، بحث حرفه‌ای شدن اون رشته ورزشی است و حرفه‌ای شدن سری در واقع شاخص‌ها یک سری ویژگی‌هایی داره. خب یکی از اونها بحث در واقع برگزاری مسابقات به سبک و سیاق در واقع فدراسیون جهانی کنفدراسیون است و اتفاقی در واقع ایجادی که در کل دنیا داره برگزار میشه و جناب عالی حتما استعداد داره که این مسابقات در دنیا برگزار بشه.
این تعدد رویدادها خیلی کمک میکنه به بحث هم از نظر فنی یک ورزشکار در موقعیت بهتری قرار بگیره، هم بحث حرفه‌ای شدن. خب خوشبختانه این در واقع چند سال اخیر رشته اسنوکر خیلی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در کشور داشته و ما الان هم در بخش حرفه‌ای داران در بحث میشه گفتش که قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا و خیلی از در واقع سطوح مختلف الان قهرمانی خیلی خوب ورزشکار خیلی خوبی داریم و میتونم به شما بگم که الان رشته اسنوکر در واقع با اون بلوغی که باید رسیده اما این کافی نیستش و ما برای پشتوانه سازی نیاز داریم که بریم به سمت حرفه‌ای شدن. البته در بخش اسنوکر هستش. خب شما استظهار دارید ما در تحت پوشش اسم چند رشته دیگه هم داریم که نباید از اون غافل بشیم. در بخش پاکت بیلیارد ما واقعا ظرفیت‌های خیلی خوبی رو داریم توی کشور. در رشته بولینگ همینطور رشته جدید هنگام که به تازگی خب رشته تحت پوشش RSF اسم جهانی رو قرار گرفت، کنفدراسیون آسیا و حالا کشور چین که خب میشه گفت در واقع متکل این رشته بوده دارن کار میکنن و ما فعالیت این رشته رو انشالله پس از عکس مجوزهای لازم از وزارت ورزش و جوانان حتما در دستور کار خودمون قرار میدیم. ما برای حرفه‌ای شدن نیاز داریم که بریم به سمت برگزاری رویدادهای حرفه‌ای و این مستلزم یک برنامه‌ریزی مستمر و مداوم هستش از سوی فدراسیون که خب دوره جدید ما این رویکرد رو حتما در دستور کار خودمون قرار میدیم. انشاءالله با همفکری هیئت‌های محترم استانی، ورزشکاران، مربیان، داوران و خانواده بزرگ بیلیارد با دقت من از همینجا دعوت میکنم از همه عزیزانی که در واقع صاحب ایده یا برنامه‌ای رو دارن که میتونه مجموع کنه بنده استقبال میکنم، مجموع فدراسیون استقبال میکنه. همه عزیزان ما یک خانواده هستیم باید کمک کنیم و خب این رویدادی هم که الان داره اینجا در استان اصفهان برگزار میشه و تحت عنوان رست اوپن که در واقع میشه گفتش که همکاری هیئت بلو بیلیارد استان و این بخش رست اوپن که فعالیتش رو انجام میده یه رویداد خیلی موفقی هستش که جناب عالی هم طی یک هفته ورود از نزدیک مسابقات رو نگاه کردن. من داشتم رویدادها رو نگاه میکردم یا همین امروز که داشتم از در واقع فعالیت جانبی این مسابقات حالا نمایشگاهی که اون فعالیت دیدم احساس کردم که ما در واقع یک سری مسائلی که حرفه‌ای هستش رو داریم پیاده سازی می‌کنیم و این باید در قالب یک برنامه از سمت فدراسیون بیلیارد باشه و ما اینو تسلط بدیم به کل کشور و تمام هیئت استانی، تمام استان‌هایی که دارن فعالیت می‌کنن برن به این سمت که ما مسابقات رو در واقع با تحت عناوین مختلف هفته در واقع شده شرایط‌های مختلف، مناسبت‌های مختلف. من رویدادهای مناسبتی رو خیلی بهش اعتقاد دارم. ما این الگوبرداری باید حتما بکنیم از کشورهایی که دارن فعالیت می‌کنن. حالا اگر بخوایم ورلد اسنوکر تور رو به عنوان یک الگو قرار بدیم، مسابقاتی که در واقع بخش‌های مختلف نگاه می‌کنید که این تورهای مختلف از کشورهای مختلف در یک بازه زمانی 4 ماه 5 ماه مدل نیستن که ورزشکار رو میشه و در یک بازه میشه گفتش که 4-5 ماه در تورهای مختلف در مسابقات مختلف محک میکنن کمک میکنن مثل در واقع ما رو به سمت حرفه‌ای شدن. البته که در تمام رشته‌های تحت فدراسیون انشاءالله این اتفاق بیفته. من این نکته رو عرض می‌کنم به خاطر اینکه ما تمرکز بیشتری به بحث اشتراک بیلیاردی الان که مسابقات هم هستش. خب من بیشتر به بحث اسنوکر رو متوجه اما در بخش بولینگ هم ما با یک برنامه‌ریزی متفاوتی نسبت به گذشته داشته باشیم، زیرساخت‌های این رشته رو تقویت بکنیم که انشاءالله ورزشکارای در واقع تحت پوشش فدراسیون هم در واقع انتظاراتی که دارن از مجموعه فوتبال محقق بشه. انشاءالله. من فکر می‌کنم که بیلیارد حالا به دلیلی که من از نزدیک یه مدتی درگیر هستم با مجموعه لیست و همکاری با هم هستیم، یک مجموعه هستیم و در خدمت جامعه بیلیاردی هستم. چیزی که من برداشت کردم اینه که بیلیارد باید دکتر مظلوم واقع شده، یعنی کمتر بهش بها داده شده به لحاظ رسانه‌ای، به لحاظ دیده شدن. خب فدراسیون بیلیارد به نظر من فدراسیون کم افتخاری نیست، یعنی خیلی افتخار. همین سال گذشته یک نمونهش آقای
علی قلیبوفسکی 3 تا مقام آورده در فاصله زمانی خیلی کمی، ولی احساس می‌کنید یه مقدار بیشتر باید رسانه‌ای بشه، بیشتر باید مخاطب عمومی آشنا بشه با فضای بیلیاردی بیشتر، چون خب شرایطی دیگه که پخش تلویزیونی سخته برای یک رشته یه تایمی که کنداکتور نمیتونه ببینید براش، ولی چجوری به نظرتون میشه بیشتر آشنا کرد مخاطب عام رو، یعنی کسی که اصلا آشنا نیست با این فضا یا بلد نیست رشته رو دنبال نمی‌کنه بتونه این جذب بشه؟ نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید شما و اینکه چرا رشته بیلیاردی محصول واقع شده یا اینکه میشه گفت دیده نشده. یعنی شما شاید در محافل ورزشی مختلف که حالا ما با هم حضور پیدا می‌کنیم صحبت میشه که چرا واقعا شما در این سطوح قهرمان دارید، در این سطوح ورزشکار دارید، قهرمان جهان دارید، توی رنکینگ حرفه‌ای هم بازیکنی هستش که واقعا این کار بزرگی بوده که من میتونم بگم در واقع حضور حسین وفایی به تازگی هم امیر سرباز میکنم واقعا دستاوردهای بزرگی هستش. من فکر میکنم که رسانه در این بخش کوتاهی کرده، یعنی یکی از در واقع مسائلی که میتونه کمک میکنه توی معرفی رشته و شناسایی رشته، یعنی که در واقع ما بخوایم این رشته رو به جامعه ما خب بخش بیلیاردی با اخبار رو دنبال میکنه و بحثی روش نیستش، اما اینکه ما بخوایم یک رشته ورزشی رو رشته بیلیاردی صرفا یک تفریح نیست. الان شما خیلی خوب می‌دونید الان به عنوان یک رشته موجود تو کشورهای توسعه یافته بعد از فوتبال شد جلوتر از فوتبال. خیلی از کشورها، من نمی‌خوام از کشوری نام ببرم، خیلی از کشورها به عنوان رشته اصلی هستش و علاقه‌مندان بسیار زیادی داره. و اینکه خب رسانه‌های ما کوتاهی کردن از این، من از همین طریق شما خواهشم از این هستش که نگاه بهتری رو داشته باشید نسبت به رشته‌های بیلیاردی. این رشته ورزشی یک رشته مفرح در دو بخش قهرمانی و همگانی میتونه ایفای نقش بکنه. خیلی ما علاقه‌مندیم در بخش بانوان، در بخش پیشکسوتان. ما الان ورزشگاه داریم که سن پایه خوب در گذشته اینطور نبوده، الان ورزشگاه 10 ساله 12 ساله داریم توی کشور. خیلی از مستندات شما بهتر از من می‌دونید دارن فعالیت میکنن. خب این یه مقدار رسالت ما رو سنگین‌تر میکنه، مجموعه فدراسیون رو توجه بکنه بیشتر به در واقع رده سنی پایه که ما یه پشتوانه سازی قوی رو انجام بدیم. بخش اون بحث رسانه هستش. واقعا من خواهشم از عزیزان در رسانه‌های ورزشی، چه رسانه‌های تصویری چه رسانه‌های نوشته، البته که نسبت به گذشته خیلی بهتر هستیم. الان ما در خیلی از همین مسابقاتی که شما دارید در واقع برگزار می‌کنید، من توی مسیری که داشتم می‌اومدم یه بخش آموزش داشتم از در واقع یکی از پلتفرم‌های ورزشی می‌دیدم. خب این خیلی کمک می‌کنه. در گذشته ما نداشتیم، این در واقع فضا شکسته شده و ما در خیلی از در واقع پلتفرم‌های اینترنتی مسابقات اسنوکر، مسابقات پاکر به صورت زنده کار الان پخش میشه. خب این در واقع شرط خوبی ایجاد کرده و میشه گفتش که یک نقطه عمومی رو برای ما ایجاد کرده. ما باید تلاش بکنیم در واقع مجموعه فدراسیون، من تقاضا دارم از وزارت ورزش و جامعه کمک بکنه به این بخش رو بتونید یک نگاه بهتری رو نسبت به این رشته داشته باشیم. هرچند خیلی از رشته‌های انفرادی هم در واقع ما رو دارن مثل رشته‌های بیلیاردی، ولی امیدوار هستیم که ما این رشته هستیم که قهرمان پروری کردن. در این چند سال اخیر میشه گفتش که بالای بر 100 مدال که حالا در سطوح مختلف آسیای جهانی اتفاق افتاده، اینا در واقع میشه گفتش که کار ارزشمند بوده. ما باید روی رشته‌ها سرمایه‌گذاری بکنیم، سرمایه‌مون حفظ بکنیم و معرفی بکنیم. بتونیم در دو بخش ما بحث همگانی رشته هم، خب شما این رشته فیزیکی رو در رشته‌های بیلیاردی داریم. خب یک در واقع فردی که 12 سال 11 سال 13 سال هستش میتونه این رشته رو در واقع باهاش در واقع آشنا بشه، کار بکنه تا سن 70 سال. اعمال ورزشکاری سن 70 75 سال دارن رشته رو دنبال میکنن به جهت در واقع علاقه‌مندی که هست و ویژگی‌هایی که این رشته ورزشی داره. یه نکته توی صحبتاتون بود بحث استعدادهای جوان و سید پایه. چه برنامه‌ای هست برای اینکه یه تعداد قهرمان رو پرورش بدیم؟ چون خب ما قهرمان خیلی زیادی داریم. من تو بچه‌های 36 سالم که می‌بینم تعداد خوب
قابل توجه افتخار کسب کردن، ولی توی پای فدراسیون برنامه برای بچه‌های سن پایین همون 10 سال از اونجا شروع کنیم قهرمان پروری رو که ما تو زیر 21 سال دیگه قهرمانای جهانی داشته باشیم. نکته خوبی رو اشاره کردید. الان ما در رده سنی 23 سال تا این 4-5 سال اخیر اصلا بحث کار نکردیم مجموعه فدراسیون. شما به عنوان مخاطبان من، چون خودم از مجموعه فدراسیون بهتره که در واقع نگاه‌های راجع به این موضوع در واقع اظهار نظر بکنم. من چون داخل فدراسیون بودم، ما عملکرد در بحث رده سنی 23 سال بعد نبود. الان ورزشکارایی که تو همین مسابقه شما هم بودن و در استان‌های مختلف خیلی در واقع تصور رو دارن که رشته‌های بیلیاردی صرفا برای قشر خاصی، ولی شما الان می‌بینید که ما در رده سنی 23 سال از استان‌های کم برخوردار ورزشگاه قهرمان دوازی واسطه قرار واسطه مسابقات جهانی ورزشکاری بودن که از استان‌های کم برخوردار بودن. و اینکه ما ببینیم فقط یه قشر خاصی میتونن بیان به پردازه این نگاهی در واقع اشتباهی که از گذشته بوده راجع به رشته‌های بیلیاردی که من اعتقادی بهش ندارم. ما تو بحث استعدادیابی باید بیشتر کار کنیم. در دوره جدید یک برنامه در واقع شیوه‌نامه استعدادیابی که وزارت ورزش و جوانان اطلاع کرده به کلیه فدراسیون ورزشی، به اضافه خودمون هم در واقع یک دستور داخلی طراحی می‌کنیم در دوره جدید که ما استعدادیابی فدراسیون مربیان تیم‌های ملی در واقع دوره‌ها انواع مختلف بتونن به استادا سرکشی بکنن. استعدادایی که هستش بریم به رده سنی زیر 15 سال، یعنی باید بریم بین 10 تا 15 هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان. ما از بخش بانوان نهایت بفرد بکنیم، علاقه‌مندان خیلی زیادی داره در حال حاضر و حتما در دستورکار فدراسیون هستش که توجه ویژه‌ای بخش بانوان داشته باشه در دوره جدید. و بحث استودیویی که ما اینو باید در واقع یه مقدار نگاه رو به در واقع سنی کمتر، خب در سنی 23 سال مثل بچه‌ها که همون اردو هستن مسابقه خب در سنشون رد میشه از 20 سال باید خوشمال سازی مجددا داشته باشیم. این برنامه‌ریزی ان شاءالله اتفاق میفته و ما بتونیم حوزه استودیویی هم یک خوشمال سازی در سن 21 که جابجایی سنش ان شاءالله اتفاق میفته. بسیار عالی، خیلی ایده خوبیه. من حالا بخاطر که وقتتون رو نگیرم اون سوال پایانی میخوام بدونم فدراسیون برنامه‌ای برای میزبانی بین‌المللی میزبانی آسیایی یا حتی جهانی یا همچین برنامه‌ای ما در تاریخ نزدیک میتونیم داشته باشیم با توجه به پتانسیلی که توی برگزاری خب واقعا هست در کشور. حالا میرسیم به این. بله، ما سوال خوبیه. ما در مقاطع مختلف میزبان رویدادهای آسیایی بودیم که در سال 2023 میزبان مسابقات آسیایی بودیم که مسابقات خیلی موفقی بود که ما از سوی کنفدراسیون آسیا را در واقع گرده که این مسابقات رو دریافت کردیم و میشه گفتش که این مسابقات آسیایی بود که برگزار شد به گفته رئیس کنفدراسیون آسیا و ما میزبانی مسابقات غرب آسیا رو که خوب داشتیم. البته از اون غرب آسیا می‌بینید تغییراتی اتفاق افتاده بود. حالا بعد اونو در جلسه که انشاءالله میاد رئیس کنفرانسیون آسیا دستش راجعش تصمیم گیری بشه یا بحث میزبانی غرب آسیا بوده. اما این مسابقات قهرمان آسیا هستش که ما درخواست کردیم انشاءالله بتونیم در سال 2025 2026 انشاءالله با موافقت کنفدراسیون آسیا در بخش رشته اسنیکر ما انشاءالله داشته باشیم. بسیار فقط مجموعه رو چطور دیدید؟ یه دوستی کلی کردین آکادمی علوم ورزشی نواخوان رو حالا در زمان مسابقات هم هست، شاید زیاد نتونستید با دقت بررسی بکنید ولی همین نگاه کلی که کردیم مجموعه چطور دیدید مجموعه؟ خیلی من برای میشه گفتش که زمانی بود که مجموعه این اتفاق خیلی جالبه و بحث اون بخش فرهنگی کار. خب شما مستحضر هستید در تمامی رویدادهای بزرگی در دنیا اتفاق میفته، حالا میشه المپیک، بازی راستی یا هر چیزی، در کنار اون رویدادها بیشتر میان کار میکنن به جنبه فرهنگی یک حالا یا برداری معرفی اون فرهنگ و تمدنی که اون بخش رو من تعیین داره. من فکر میکنم مسابقات ما اگر
به این سمپلینگ رو در تمام رویدادهایی که داریم بیایم در کنارش مثل این نمایشگاهی که الان حالی بود در مجموعه رباخان فکر کنم با همکاری من محصولاتش هم نگاه میکردم در واقع میشه همه رو ریشه در فرهنگ و تمدن نمونه یه کار خیلی ارزشمندی بوده. خب اتفاق افتاده. من استقبال میکنم مجموعه فدراسیون با برگزاری یه همچین برپایی یه همچین نمایشگاهی که دستاوردهای یک در واقع سرزمین دستاوردهای یک فرهنگ یا معرفی فرهنگ باشه به عموم جامعه. من فکر می‌کنم از اقدامات خیلی خوبی بود. امیدوارم هستیم که شاید در واقع فعالیت این چنینی باشیم در اقصا نقاط کشور. شاید مسابقات در خوزستان باشه، در کرمان باشه، در خراسان، در هر جا ببینیم در واقع منظومه که باشه ما اینقدر فرهنگ غنی داریم، اینقدر در واقع تمدن ما قوی هستش که میتونیم همه اینها رو معرفی بکنیم که انشاءالله بتونیم شارع رویدادهای کاملتر رو بهتر بشیم. انشاءالله. خیلی اشکالات خوبی. ممنونم از وقتی که به ما دادید، حضور پیدا کردید. صحبت آقای خواهش می‌کنم. من تشکر می‌کنم ابتدا از هیئت بلندگیری‌های استان اصفهان که میزبانی این رویداد بزرگ رو بر عهده گرفته بود با همکاری در واقع رستوران که خب یه بخشی هستش که تازگی فعال شده. من رویدادها رو بررسی می‌کنم، رویدادها رو در واقع رصد می‌کنم. خیلی داره کار قشنگی انجام میشه در سراسر کشور. انشاءالله این همکاری با سایر هیئت‌های استانی هم اتفاق میفته. ما انشاءالله سال آینده که ما داریم تحویل سالیانه سال 1404 رو با همفکری و همکاری همکاران عزیز در سراسر کشور اتفاق میفته. انشاءالله ما برگزاری این مسابقات رسیدگی رو در استان‌های دیگه هم داشته باشیم و به عنوان یک رویدادی که در واقع درج میشه چند تا رویدادی در طول سال میتونه برگزار بشه. انشاءالله ما شاهد این هم میشیم. انشاءالله. خیلی ممنونم از وقتی که برای ما گذاشتید، حضور پیدا کردید در استودیو. خوشحال شدم از مشاورت با شما. سپاسگزارم از شما که ما رو دیدید. خیلی ممنون و متشکرم. وقتتون بخیر.